آدم علیه السلام دو پسر داشت، قابیل و هابیل. سنت آدم علیه السلام این بود که برای زیاد شدن نسل انسان زوجه اش دوگانیک تولد میکرد، یک پسر و یک دختر. پسری از یک شکم تولد شده باید با دختری از دیگر شکم تولد شده ازدواج میکرد. روز از روزها یکی از پسران آدم علیه السلام در انتخاب دختر با دیگر اختلاف کرد. او کی بود؟ قابیل. خواست ازدواج کند با دختری که حق او نبود. پس حقی کی بود؟ از برادرش هابیل. نزد او آمد و گفت میخواهم با او ازدواج کنم. هابیل با او گفت این حقی تو نیست ای قابیل، این از من است. این حقی است که الله ذوالجلال مرا داده است. پس هر دو شکایت بردند به نزد آدم علیه السلام. آدم علیه السلام به آنها گفت هر یک از شما به درگاه خداوند قربانی کنید. خداوند قربانی کسی را که قبول کند این دختر از آن او می شود. آنها به درگاه الله ذوالجلال قربانی کردند. قربانی کی قبول شد؟ قابیل زراعت‌های بسیار داشت، زراعت می‌کرد. یک زمین گندم را در راه خدا داد. هابیل باشد رمه از گوسفندان داشت و او یک گوسفند فربه را در راه خدا داد. طریقه قربانی کردن چنین بود: قربانی را در بالای کوه می‌گذاشتند. پس قربانی کسی که قبول می‌شد آتش از آسمان آمده او را می‌سوزانید و خبر دو پسر آدم را براستی برای آنها بخواند. چون قربانی را نیاز حق کردند، پس از یکی قبول کرده شد و از دیگری قبول کرده نشد. خداوند قربانی صاحب گوسفند را قبول کرد. این هابیل بود. وقتا قابیل این را دید، دشمنی و کبر و حسدش به برادرش زیاد شد. حسدش او را به تهدید کردن رساند. تهدید به چی؟ به کشتار. او گفت ای هابیل میکشم تو را. این عمل را تا کنون کسی از فرزندان آدم علیه السلام به انجام نرسانیده بود. حتی در فکرشان هم نمی آمد. بدبینی و حسد او را به کشتن برادرش برده رسانید. گفت البته تو را بکشم. هابیل در جواب به او چنین گفت جز آن نیست که خدا از پرهیزگاران قبول می کند. هر کاری می خواهی بکن. خداوند از من قبول کرد زیرا که من به اذن الله از اهل تقوایم و خداوند از تو قبول نکرد زیرا تو از اهل تقوا نیستی. با احترام و خوشزبانی به برادرش گفت اگر تو دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دست خود را هرگز به سوی تو دراز نکنم تا تو را بکشم. و درستی که من از خدا پروردگار عالمیان می ترسم. من می خواهم که هم گناه مرا و هم گناه خود را ببری و از اهل دوزخ باشی و این جزای ستمگران است. حسد در دل قابیل زیاد شد. روزها می گذشت و او مراقب برادرش هابیل بود. و او یکی از روزها فرصت را غنیمت دانست. کدام فرصت را؟ تأخیر کردن هابیل در بازگشت از چراگاه گوسفندانش. آدم علیه السلام منتظر پسر بود. پسرم دیر کرد. چه چیز او را از آمدن باز داشت؟ پسرش قابیل را به سوی او فرستاد تا بداند که پسرش چرا دیر کرد. قابیل که قلبش پر از کینه و حسد بود در جستجوی برادرش هابیل شد. برادرش را می‌کافت در صحرا بین کوه‌ها از جای چراگاه گوسفندانش او را می‌جست تا آن زمانی که او را از جای دور یافت. سپس آرامانه به او نزدیک شد. هابیل باشد در روی زمین خواب بود. اکنون فرصت او رسید. تهدیدی به قتل کرده اش را اکنون اجرا می کند. قابیل سنگ کلان را برداشته برادرش را می خواست بکشد، اما نمی دانست که چی خیل این کار را انجام بدهد. پیش از این نکشته بود. خلاصه با آن سنگ به سر برادرش زد. سر هابیل تیکه تیکه شد. برادرش را در یک لحظه کشت. قابیل چی کار کردنش را نمی دانست. گریه می کرد. می گفت چی کار کنم؟ چی خیل این جسم را نیست کنم؟
پس خدا زوغی را فرستاد که در زمین میکافت تا به او بینمایاند چگونه تنی مرده برادر خود را بپوشد. گفت ای وای بر من، آیا از آن هم عاجز شدم که مانند این زاغ باشم و تنی مرده برادر خود را بپوشم؟ و از پشیمان شدگان گردید. هر کی در روی زمین کسی را میکشد، یک قسم این گناه به قابیل نوشته می شود، چون که او آغاز کننده این عمل است. از همین سبب باید که ما و شما پهن کننده ای کار خیر و بازدارنده ای کار شر باشیم. آدم علیه السلام با همراهی فرزندان خود در روی زمین زندگی می کرد. می گویند که آدم علیه السلام 1000 سال عمر دیده است. او به فرزندانش دین خدا را تعلیم می داد. همه آنها خدای یگانه را می پرستیدند. لحظه رسید که آدم علیه السلام فرزندش شیس را وصیت کرد تا اینکه مردم را بعد از مرگش تبلیغ به دین خدا کند و فرزندان آدم را دائم به ذکر خدا مشغول سازد. شیس این وصیت را پذیرفت. آدم علیه السلام ضعیف و ناتوان شد. پوست بدنش تنک شد، بیمار شد و به بستر بیماری سر نهاد. این لحظه های آخری حیات اولین انسان، پدر همه ما و شما و اولین نبی بود. فرزندانش در نزدش جمع شدند و گفتند ای پدر، چی میخواهی؟ او گفت میوگی میخواهم. فرزندانش به جستجوی میوگی رفتند و در راه ملائک را واخوردند. ملائک از آنها پرسید کجا می روید؟ گفتند برای دریافت میوگی. ملائک به آنها گفتند برای چی کسی؟ گفتند برای پدرمان. و آنها گفت برگردید، پدرتان درگذشت، ساعتش تمام شد. خداوند میگوید هر نفس چشنده ای مرگ است. فرزندانش آمدند و دیدند که پدرشان مرده است. آنها نمیدانستند که چی کار کنند، زیرا اولین بار انسان با مرگ طبیعی مرده است. پس ملائک آنها را تعلیم دادند، آن را شستند و خوشبوی کردند و در کفن پیچانیدند. سپس زمین را کافتند و آدم علیه السلام را گرانیدند. ملائک به فرزندان آدم علیه السلام گفتند این است سنت شما و این است روش دفن کردن شما. چون این بود صحیفه خاتمه یابی اولین نبی در روی زمین. خیر تا نوار نوبتی در پناه خدا باشید.